خوابهای ناراحت کننده میبینند. اکنون برادرای عزیز، خوابهای ناراحت کننده یعنی معبرین درباره خوابهای ناراحت کننده 3 مثال دارند. میگویند که خوابهای ناراحت کننده از 3 حالت میشوند. یک حالت او از حساب یعنی خستگی و شلپری جسم و بدن میشه. وقتی بدن از حد زیاد یعنی خسته شد، ناراحت شد، یعنی شلپر شد، در همین حالت هم انسان یعنی که خوابهای ناراحت کننده میبینه. دوم حالتش وقتی جای خواب انسان ناخوب باشه یا دستش یعنی در تگ شکمش میمونه یا یک نوع خواب میکنه که یعنی اون جای خوابش ناراحت است، از این حساب میشه. سوم حالتش از جانب شیطان میشود. شیطان میخواهد که یک انسان تشویش کنه، یعنی غمگین بگردانه، و اون خاطر یعنی خوابهای ناراحت کننده در انسان میآید. وقتی انسان خوابهای ناراحت کننده دید، پیغمبر بزرگوار صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی یک کدام از شمایان خوابهای ناراحت کننده دیدن، یعنی میتوانند که اونا جای نقل نکنند، برای این از اون خواب یکان ضرری نمیرسد. وقتی شب مثلا اگر خواب دیده، بیدار شده، با جانب چپ 3 بار یعنی این چنین کنه و بعد از اون با جانب دیگر گشته خواب کنه. اگر خواب خوب باشه از جانب پروردگار است، انسان باید الحمدلله خدا را شکر گفته، یعنی که از خواب باید انسان یگان تشویشی نشود. اصل خوابهای پیغمبرهای خدا برای اونها همچون وحی هست. خوابهای اولیاها و دوستای خدا برای اونها الهامات است. البته بعضی از خوابهای ما تعبیر دارد. مثلا انسان مار خواب میبینه، یا اینکه مثلا انسان گاو خواب میبینه. بعضی خوابهای هستن که هم مثلا در قرآن تعبیرشون آمده است، هم در حدیثهای جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم. و این خاطر انسان از خوابش باید تشویش ناراحت نشه. بهترش همین است پیش از خواب کردن انسانیت باید 3 بار سوره اخلاص، قل هو الله احد خوانده، بعد از آن قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس خوانده، در دستهای خود شوف کنه، در بدنش هر جایی که دستش میرسه بماله، بعد از آن خواب رود. انشاءالله که اون شب خداوند این شخصیت از ضرر جنها و شیطان ایمن میداره، نگهبانیش میکنه.